ما امروز در اکسپو آمدم یک چیز رو ماوش کردم بیش از 100 استال تمام از را تمام از کویتا وقت از خود همی چیز فکر کردم چرا این داستان ها هیچ وقت گفته نشده نه او رقم که باید گفته میشد و ما خود می تصمیم گرفتم که توسط از این ویدیو این داستان ها را ما برای شما بگیم. سیریز و یا یک سریال در نام خط جور مونه. خط به معنای یک نامه ای که هنوز باز نشده و هر کسی که داخل از این ویدیو ما که شما معرفی منم مثل یک نامه مثل یک خط بخشی از جامعه از فوتبال گرفته تا پیر قوم از ما تا یک جوان موفقی از این جامعه مشتمل و یا شاملی از این ویدیو ها هست. از یاد شما نره که این فقط یک شروعه ویدیوهای از ما را تا آخر بخونید. اولنا استال و اولنا دکان. این دکان از یک دختره. سلام علیکم مس. و علیکم السلام. سلام علیکم بینندای عزیز، امید که خوب جور صحتمند باشین دیگه. ما هستم معصومه که زیاتر مردما کنی مرد نام شیرنی میشناسن، زیاتر گلگپه والا میشناسم گلگپه والا آنزالا. امی هنر را اولنا دفعه از کجا یاد گرفتین؟ کی یاد داد شما را؟ ما گلگپه از کسی یاد نگرفتم، فقط امیتر خودم زیاد خوش داشتم گلگپه که مطلب باید که بخورم همیشه، بس زیاد گران بود که ما نمیتونستم بخورم همیشه هر روز انزوالانه، بس ما خودم کوشش کردم که ترای کنم یک دفعه امتحان کنم دخانه، بس امیتر بسیار مطلب 1 سال 2 سال هر روز ما در روزه یکشنبه دیگه روزه کار میکردم، بس در روزه یکشنبه که یک روز فارغ بودم ما داتشخانه بودم که گلگپه زیره خودم پخته بیتنم خانوادم بخی حیران شد گفت تو نکده ایرت من از برورده بس امزو علی اونا خورد مزه کرد خوب شو بوده که ساعتی کم کم دادم اونا گفت خوب شو مزه میده، بس ما گفتم ما گلگپه والا جور میشه. آیا این اول دفعه که شما پیش مردم سیل مونین یا شما گو دکانم دارین؟ آره ما یک دکانم دارم که اگو 1 سال 9 سالش پورا میشنه، از اول در جنت گلی بودی یا در میدان شهدام دی، بس امونج گلگپه سودانی دکان داری. کدام رازی امی گلگپه از شما هسته که گلگپه شما قسم زنده؟ راستشی اول که می گلگپه را ما زیادتر تیم دخانه خودم جور منم نه، ممزو خاطر بس زیر کوشش نم خوبتر باید دیگه دومنشی گلگپه در اصل دبلی آوشم است که باید آوش خوب زبردست جور شونه. کسی که امی ویدیو رو توخ که داریه شاید هم اگو لیریز باشه و امزی کار شما خیلی خوشم داشته و بخواه امی کار شروع کنه، یک نصیحت یا ادوایس شما برای از اون نفر چیزه؟ برای از اون ما میگم حتما اگر خوشم هم دم امروز شروع کنید، چرا که زیاد کار مشکل نی، آسان است، شما میتونین و می چیزایی که مو میشه در روزانه پخته کده مخری مو چیز دم نشسته دیگه میتونین شما آن شروع کنین. شما فعلا موجود هستین در اولنا اکسپو که در منه هزاره تاون برگزار شده. چطور احساس می‌کنین؟ زیاد خوش شدم دیگه در این برنامه که ما امروز آمدم بخی زیاد خوش شدم، چرا که از هر طرف هر جای مردم که خبر شده آماده و زیادتر نفرا که است مورد نمیشناسه بس می ترمزین که خبر شده بس آماده مورد شناخته این چیز خوب است. مردم در امید گفته کانکتد پیپل یعنی که مردم یک جای مونه. برای کسایی که در من ویدیو توگ ندیگه ببخشین دانش ما اونش نه. خیلی هم عالی واقعا که تمام راز از این گلگپه در پاپادو نمزی آوسته.
امی سندلوس میشه سندروس میشه چیز سندلوس این که است از چوب به نام سندل گرفته میشه. باز ترکیب میشه بین از باز به نام سندلوس جور میشه. زیادتر خوب سندلوس ها از جرمنیه که کونه اونایش بس قیمتایش هم خیلی بالا. اینا اینجا تمام سندلوس های نو زیادتر شه. فعلا برادرام اینجا امزنش تر میشدی یک نگاهیم طرف ایستال یا دکان عباس لالیم خورد. عباس لالیم کست از خیلی سالهای در مابین سنگ ها و نگین ها و تسبیح ها برایشون بگیم همینجی در مابین اکسپو از چی قصده که امی کار خود تو انجام داده؟ استاد نازنین این کار که است شروعش از شوق میشه. ما که ریزه بودم امیتر که گان نفرها که انگشتر دست میکرد باز یک اترکشنی خاص داشت بلدی از خود از من باز ما منی رقم استه استه یک دانه گرفتیم باز او که سودا کردیم دیدیم که بین از این منافع است هم فروخت میشه هم شوق تو پورا میشه باز امیتر استا استا باز یک دانه دو دانه سه دانه تا که حال ماشاءالله که بسیار چیزیه که تقریبا اکثر دوستارم که ما انگشتر تسبیح اینجی ایران باز جای دیگه توزیع می‌کنیم. ما فعلا موجود هستیم در اولنه اکسپو که در منی هزارتاون برگزار شده. چی احساس داره؟ والله استاد از نظر از ما یک بهترین اپورتونیتیه بلده هر کسی که اینجا شرکت کنه اینا گرد گوشه آدم سیل کنه اینجا ما میگرنه که ماشاءالله هر رقم هنره از انگشتر گرفته از واسکت گرفته تمام کارهای دستی اینال دکوریشن اینجا انواع اقسام گودیای اینجا بایک عطر باز که ما سیل میگه آفرین ولی مردم از ما روز درو ترقی نه بازی تر یک محیط ما لازم داریم که مردم باید بینگرنه که مردم از ما چه چیزا را اینجا داره برای از اون نفرایی که میخوای کار نو شروع کنه اول میگم مشوره بسیار لازمه در کار اینا لگه خودون چون نمیفهمین بگردین این طرف بازار برین از یک نفر کم دواره دانه معلومات داره از او معلومات بگیرین چون یک دانه که بسیار فایده مند هم است ولی بسیار خطرناک هم است کسی که دانه نفهمه مثلا میخره 3 لک روپیه شاید 300 ارزش داشته باشه از این خاطر باید مشوره کنه بگیرنه مطابق تجربه دیگه باز کاروبار شروع کنه از نظر از من چیز خیلی عالیه عباس لاله وقت چم نمیگیری شما مصروف دکانداری خوب باشین خیلی خوشحال شدم که تو را در مابین نزدیک اکسپو گوش کردم سلامت باشید دیگه در امیدی موفقیت های بیشتر شد در قدم نخست سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و دوستان عزیزی که ما را بیننده هستند و امروز ما در پارک حسینیان هستیم تاریخ 17 می سال 2026 و خیلی خوشحالم که با شما در ارتباط هستم. ایرا شما اول دفعه از کجا یاد گرفتین و چی رقم شروع شده می کار شما؟ و این کار ما کار روسی هست، کاری هست که جدیدا در همه جهان رول پیدا کرده و این کار ما شخصا از فضای مجازی دیدم علاقه‌مند شدم و از استادای ما که هست همه ایرانی هست و این کار را از استادای خود یاد گرفتم. از تمام سخت‌ترین پارتی که این چیز جرمونین کدام پارت سخته؟ پارت سختش در قدم اول که هست کیفیت یا کوالیتیش هست که خیلی علاقه‌مند این هستم که برای مردم بهترین کوالیتی را ارائه بدم و بعدش رنگکاریش هست که بهترین رنگکاری را دوست دارم انجام بشه. شما یک چیزی که با دستای خود در خانه جرمونین آیا مردم فعلا همین چیز را احساس میتونه ارزش از این چیز احساس میتونه؟ چرا که نه چون مردم ما به هر چیزی ارزش قائل هستن و چون کار ما جدید هست و ممکن است زمان ببره تا مردم بفهمن این کار ما برای چی هست کار دست هست وقتی کار دست را بفهمن چرا که نه ارزشش خیلی بیشتر از چیزی که هستش قائل میشه. یک مسیج شما یک پیام شما برای تمامی از او خانوما دخترها زنهایی که در خانه میخواین همین کار را شروع کنه چی است؟ این کار ما بر علاوه که سختی راه خود را داره میتونن در راه درآمد بهتری را برسن. از اول هر کاری هست سختی خود داره تا قلق کار دستش بیایه
و بعدا همون کار را بهتر ارائه بده برای مردم. درآمد خوب برای مردم ایجاد میشه، برای خانم‌ها مخصوصا، چون یک کار خیلی ساده هست، هم با هزینه کمی میتونن اینا شروع کنن، هم با هزینه بالا. در قدم نخست میتونن اینا هزینه کم رو شروع کنن تا بفهمن کار برایشان سخت است یا آسان. اگر آسان بود میتونن پیش ببرن، ولی اگر علاقه‌مند چالش و ریسک بودن میتونن هزینه بالاتر برایشان بذاره و کار رو پیش ببره. شما به غیر از این کدام جای دیگه هم کدام دکانی یا کدام فرانچایزی یک چیزی دسته که مردم به غیر از این اکسپو این چیزا را شما خریداری کنن؟ ما در دو کار تخصص داریم، هم بیکری هست هم کارهای هنری هست و دکان ما که هست در هزار تاون رود کرانی اول شوکت استاب خیزران بیکری که میتونن دوستا تشریف بیارن که انواع کیک‌های عروسی و تولد را ما به بهترین کیفیت ارائه میدیم. در کنار اون کارهای دکوریشن هم هستش. تا والا از ما خلاص شده، مگر اگه پیام یا مسیج برای کسایی که ما رازی در شتوغمونه اگر شما داشته باشین ما در خدمت شما. پیام ما برای خانم‌ها این هست که میتونن همیشه روی پای خود باشن. فرق نداره هر هنری که دارین، ولی بیشتر کوشش کنین هنرهای سخت‌تر از این یاد بگیرین، چون در این دور زمانه ما خانم‌ها حتی بیشتر از مردم میتونیم درآمدی را کسب کنیم، متکی به پدر، برادر، شوهر نباشیم و میتونیم یک نسل بهتر از خود تربیت کنیم. خیلی زیاد تشکر. با امید موفقیت‌های بیشتر شما. امروز دکان شما ده خیلی خوب چیزا شما دیسپلی کردین. ما میخواستم از شما سوال کنم که چقدر وقت میگیره یک دانه از چیزای دستری که شما جور منه؟ والا پیش از ما مختلف چیزا هست، مثلا این چوپو که هست، اگر این زیاد مثال تیز کار کن یک دو روز تایم میلگه. اینا دیزاینای هزارگیه یا این دیزاینا را خود تو جور کرده؟ والا اینا کی است دیزاینای بالکل ما کوشش کردیم از رگی بین زیادتر کردیم به خاطر این پیش چیم شما است که هزارستان و چیزای هزارگی مختلف مثلا کوشش کردیم زیادتر شون تا که مشهور می از را قوم امیت که مشهور است امیت مشهورتر شون ان شاء الله. هر کس که مثلا اینا به غیر از است قوم است نه، مثلا اتا انگریز مردم جنډیای امریکا آرډر میدی، استرالیا آرډر میدی، جرمنی آرډر میدی، مثلا مختلف جنډیا هست دیگه. اینا مثلا این جنډی استرالیا یا نه، از استرالیا مثلا نفر خیلی ماشاءالله تشویق کردم مورزی چیزا از ما مبره. آیا شما امی پروداکت های اخره که اینجا جور منین شما بیرون از کویت هم سودا منین؟ بالکل مثلا در استرالیا و تا دوستا هست که دکانم داره، مثلا صاحب دکانداری برای از ما تلفن میده در واتساپ ما اول منه ما حساب دکانداری اون رو مال میدیم. اولنا دفعه که اولنا دستکاری که جور کردی از کجا می فکر از کجا ما؟ چرا که ما تو رو از خیلی از دیر میشناسم امزو خیلی وقت شاید حالی زیاد شده باشه مگر شاید امزو اولنا نفرا باشه که ما پیش از تو این چیزا روش میکردم، اما اولنا تفکر یا اولنا فکر از کجا ما؟ والله ایترست اول کار مرکاری از ما تقریبا 16 سال میشه که هیچ کسی چیزا رو ذهن چیز نبود گفته شما میتر که امید خدا چه مشکل بوده دیگه. ایت شد از ما دوستان نامش نمیگیرم مثلا در زندان بون جیل بودک و از ما الکرسی از رفتیم و از او بنده خدا مورد دنده تزبیه توفه داد آقای شیر هزار سانی از طرف ما برایشون توفه و از اون که ما گرفتیم دیدیم بسیار متشوق باز زد نه خوش آمد و زمو چیزا ما بسیار شوق کردیم سیل کردیم گفتیم والا باید این چیزا خو باید ما بین ازری خو باید مشهور کنیم این هنر باید بیرم گرچه این هنر ازری از قدیم بود زمانه قدیم این چون از این خاطری هر کس نمیکرد میگفتی کار خلافکارایه او کسایی کارمونه که در زندان موره خلافکاری مونه الان که هنره این خلافکاری کار نداره بلزی وش منین ولی می از نخ شروع شده از نخ خلاص شده سیل کن دیگه مکمل یک کار دستی یک پیسه‌دانی آدم میتونه خیلی خوب از استفاده کنه. یا هم که قسمی که وشنین تمام کار دسته برای استرینگ موتر احساس خوشی رو مونیم فخر مونیم که قوم از ما ماشاءالله یه تر اولین دفعه یه تر استال زده دیگه ماشاءالله بسیار احساس هم خوشی است که قوم از ما یک جای شده نیت کرده دیگه میتر همکاری یک دیگه خمونه دیگه زیبا چم خدا توفیق بده از را قوم میتر خدا ترقی بده
دیگه ما همیشه فخر منم که از را قوم ترقیش همیشه فخر منم دیگه. اول فخر منم که از را، دوم فخر منم که میتونه که هنرمند هم است، کارباری است. کل دکان از ما شاب از ما که است نزدیک سر خاگای هزار تاون است که پالوی امام عزیز میشه، این طرف شکست اسکول سر سید میشه، اما نزدیک سر خاگا دیگه چوک سر خاگا دیگه اونجا دکان از ما، یا هر کسی که مثلا ویزیت کرد باید دکان از ما ان شاء الله. دکان ما در نام شهری هزارستانی است. دوستان عزیز، فعلا موجود است در یک از استالای امزی اکسپو. بازم که یک پرودکتی هزارگی. فعلا ما موجود است در واتر فوریور. سوال از ما اسم صاحب درباره ازی است که این کمپانی چطور ایدیشی آماده که امی کار را در هزار تاون خودونشم شروع کرد. مو ایدیا زیر از خاطر گرفتی بلیزی کار کردی اپلای کردی، چون که مو همیشه باعث د کنزیومر د زیشار مو کسته زندگی مو کردی. باز یک از کلان وجه دیگه از که مو منیزی کار منرال واټر آماده کی یک انټرنیشنلی و لوکلی منه پاکستان کس یک بسیار کلان مارکیٹ است. بیخی د حساب عربها ډالر موګه کی مارکیٹ منرال واټر یا پمزی او بوتل والا پلاستیک والا ایتم است. بس مو منیزی که سمادی و دویمنا مین پرپز منیزی که داشتی که مفتی مو که سیل مکدی د منی هزار تاون او میماد از برو د منی نان فود گریډ بوتلا میماد که امو بوتلا کچرا پلاستیک که مور ریسایکل مشه ازو بوتل جوړ مشه بسیار د ارزان قیمت امو او کس از برو د منی علاقه میماد. ما که روز اول ایدیا همیار شنیدم اماد که از مو دیسکس کردن. ما گفتم اگر شما یه ذمہ داری را بگیرین کلان ذمہ داری را بگیرین یقین که نی خود چی ام جهاد ام ثواب ام اجر د تاریخ عزره مطلبی کار نشده بود دیگه نه. د منی از کویتا که عزره آباد شده از او پیش تبال گویتر اکتیویتی د نام اکسپو بیزنس اکسپو نشده بود. د منی از گذشته 2 روز نیم روز که سیمینار روز بسیار یک پوزیتیو ریسپانس فیدبیک از طرف مردم کی یعنی ڈیلی کم سے کم درو که موسیل مونی کم از کم از 6000 7000 آدم کسته این جماعه ویزیت مونه ای خود یک کامیابی این نتیجه ان شاء الله کسته 6 ماه بعد ما یا 5 ماه بعد ما، لیکن این پروگرام کسته بغیر گو پوزیتیو نتیجه نمونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ماستو محمد مصطفی وکیل و تعلق از ما که است از طرف انجمن نابینان پاکستان اسوسییشن اف د بلایند است. در آینده ما خودم میخوایم که ان شاء الله پروفشنال استاد باشم، تیچر باشم که بتونم زیر دست مزارها طالب علم فارغ شده بوره. این بسیار زیاد کلانترین خواهش از ما است، لیکن از تمام سختترین کار اینمی است که ما خودم سنتر مورم یا مکتب کی مورم مایم. بس منی روڈای هزار تاون مری آباد بله مردم اسمو ایت شک نیا که چی وقت روڈ رواز منا برای اگو ناله مالا چی وقت رو بند منا اینالی مو هر روز همزورا موریم خبر داریم که اینی روڈ یا اینی را صاف است. صبحش موریم مو نورمال روتین کو موریم صبحش موریم تو مونیم که اونجی اگو کډا واسکته دیگه اینی چیز بسیار زیاد برای اسمو تکلیف دی است، بسیار زیاد برای اسمو سخت مشه و بدبختانه مردم از مو که مین کرنا می جای که یک نالیه یک کډا است یک نابینا شخص مایا امور پیش از پیش انفورمیشن نمیده که لاله اینجی یک کډا است یک نالیه است تو امینجی خیال کنو و ما این چیزا رو با فخری میگم. ما شرم نمیخورم که ما نابینا هستم، ما یک سربلند فخر قومی ازرا هستم و این چیزا رو ما باید برای شما معلومات بدم تا که شما نه بل برای تنها برای اسما برای یک شخصی نابینای دیگرم که سوبارو شما د پیش روی خودیدین باید قد از نه مدد کنین، هلپ کنین. داخل ما امیر میگم نفر است که تمام اعضای بدن چی جور است و را استعمال نمونه تمام روز خانه است. وجهی چیه؟ وجهی این میه که پیسه وای ما برای از نه اونا یک کوشش نمونه که کار کنن، مهنت کنن و مویی که مطلب یک معذوری داریم، یک دیسابیلیتی داریم، کوشش مونیم که کامیاب شونیم. اونا برای از اونا صبح روز د فیوچر د مستقبل برای از مو قدم سخت‌تر میشه. پیغام از ما می است که خدا را تمام اعضای بدن چون جور است یک کاری مفید کنین
که هم برای خودشون مفید باشه هم برای قومشون مفید باشه. آخری سال از دو جوان از ما هنوز باورم نمیشه که این چیز در کویته هم موجود داشته باشه. من از خودم چی پرساندی؟ چطور همی آیدیا در ذهن شما مات؟ این آیدیا از خودم ممکنیه مگر بله اینستاگرام یک ریل میل زیاد سیل میکرد یعنی چیزا میماد مغز مامات که بیام زی جور کنم بلده مردم پیش کنم یک ریزه بیزنس خودم یک کم پروفیت کنم دیگه بلده مردم هم یک چیزی نو باشه. اول دفعه می آیدیا از کی بود؟ اول دفعه آیدیا از این آدم بود که مو خو یک ریزه کافی شاپ شروع کرد نبودیم مگر لاله مامات گفت فیلال بجت کم تایه دانه به این چیزار شروع نی فیلال یک کم واشونه از بعد پیش رفته یک گو چیزای نو حال که موقع دزیش شروع ده چیز از کنافه چاکلیت جور مونی دیگه دبی چاکلیت جور مونی در خانه خودون مو دیگه او رو آنلاین بلده مردم سودانی کسایی که آردر میده اونو تا بلده جور نی سودانی مردم بلده از پرودکت ها خاماده است این میسی روز اکسپورت کی زده بلده این میزی چیزایی که خیلی یک چیزای نو منی مردم که کس تبال خبر نیالی یعنی میره و قدر نفر خبر نبود که این دمزی اکسپو مردم زیادتر خبر شد که یک کپ کیک هم بچای از رجور مونه. دمزو آدمای خانه ششته این رقم فکرها در ذهن شمایه مگر ترس مخره که امیر رقم فکر مو امیر رقم فکر در بازار بیری امو خواد بیچله نچله. مو هر ایده دارین ترس نخرین امو ایده خرا پیش ببرین بلش کار کن چرک مو اول کسا بلیم دل بدیل بوده که می بیچله نچله بله بمبور کنی مردم نخره ترس مخواد نه مطلب تاوان نشنه یا شرم بخوره نه قبل ما میسته که مردم باید امو ایده که داره سوچ کنه دربارش ریسرچ کنه خب معلومات خود زیاد کنه بعد از کسا مو پلن خود پیش ببره امو ایده خود کسا دکار انداز کنه اتفاقات ایده باشه نفرش خانه شور نخره ورخم کسا آدم وقت پیشرفت نمونه. مزه شاله واقعا و شما حتما با این از تست کن دیگه فعلا ویدیو کات میشه چرا که خیلی تستیه ما امیر خلاص کنم هر چیزی که ما شما نشان دادم بیش از 100 دانه استال واقعا که این چیزایی که وقت امکان نداره بی غیر یگو ارگنایزینگ تیم فعلا که از ماست مصابی از همیار کنکتینگ پیپل خیلی سوالا ما زیاد روم مگر بازم سوالای ما در 3 سوال مختصر کردم. همیار کنکتینگ پیپل چیز است مختصر در امو رقم که خودون چم دیفاین منید. همیار کنکتینگ پیپل بله 4 پایه استاده است. یک پایش است کنکتینگ جابز، دوم پایش است سرویسز، سومش است بیزنس، چهارمش است اپورتونیتی. کنکتینگ جابز هر کس کار میخواه مو اونر نام شو رجستر منی بس کوشش منی بلدیز نامو رقم کار کنه میخواه اور بندوبست کنی. سرویس همی است که تو کدام سرویس بلدی مردم میدی مثلا تو کدام بخش ड्राइवर هستی تو تاکسی ड्राइवर هستی تو مثلا کدام پلمبری هر در شعبه زندگی کسی تو میتونی خود رجستر کنی تا کدام کس دزمو زنگ زدک مو بگی آن یا آدم است بس مو شمار کدزو کنیکت کنی دیگه سیمنا بخش از مو بیزنس است کمی تا رقم بیزنس مو پروموت مونی مطلب اونار کوشش نکی ترقی زنار کنی دیگه چهارم نه بخش از مو اپورتونیتی موقع دادن یعنی یک بخشی کسا مثلی در شکل اکسپو ما در مردم در نمایش هستی که نمایشگاه چون ما مختلف بیزنس وانگار کسا ما موقع دادی اپورتونیتی. خیلی عالی خیلی زیاد تشکر از سرویس هایشم از این رقم ارگنایز کردنی اینقدر خوبصورت برنامه و موقع دیدو بخش اینقدر زیاد جوان اینقدر زیاد کارگر واقعا این کارهای از یا 100% کاری دیگه برای مردم جور مونه و 200 خانه دیگه از این موقع پروفیت بال مونه. مصابه دویمنه سوالی که ما شما میخوایم پرسان کنم این اکسپو اول نه اکسپو در هزارتاون این قصد کلان پروگرام چطور احساس دارین؟ احساسی دیگه احساس مردم آنها دیگه میگرنه دیگه از خوشحالی آدم یه چیز گفتن نمیتونه یک قصد تشویق مردم مثلا همین کار مو کردی مو یک ناشود چیز هر کس مو شد کردی ما در بین 3 روز کافی مردم کس همی اقتصادی مریاباد از ارچاون همین هر کس کم از کم مو شور دادی واپس هر کس در 3 کس دیگه گفتشم کمایش میشه کارش میشه بس خالی یک دعای از اینا
که de adam میرسه یا که او خنده که دل باید نه که آدم وشمونه دیگه او معلومه سو احساس از گفتویش نیه که آدم چطور بیان کنه او را بلشون. فعلا شاید سر شانای مصابه بسیار زیاد وزن باشه، چرا که نمی قصد کار که شما فعلا همین جوشنین واقعا پشتی خیلی کلان ارگنایزینگ از این برنامه مصابه خودش همینجا بوده و بسیار از امزی دریچه بسیار زیاد کانگرجولیت میگیم شما را که یک قصد خوبصورت پروگرام جور کردین. آخرین کوشن یک پیغام از شما رو ما در کار دارم برای کسایی که از سوشل میدیا مورد را وش مونه، کسایی که در خانه میشه برای ازنا شما چی پیغام میدین؟ کسایی که دل نمیتونه کار کنه برای ازنا شما چی پیغام میدین؟ چرا دل نمیتونن؟ چرا کار نمونن؟ باید کار کنن نه؟ فور اگزامپل یک اشتال از ما است انجمن نابینایان است 4-5 نفر اونا نابینا است دگو کس لکایی مونه نفهم کامپیوتر مختلف فرقا که دگه چوکی جور مونن پیغام اینمیه باید تمام شم خدا کنه زازاگ بیا مثلا او تا ادارم بین از ما سین علی که 3 ماه 4 ماه موشه توتال اینا می ادارش واس شده و اینا از 2000 روپیه استارت کرده 2000 کلار که قد زویش کار نموشه هر کس داره آن خالی همت کنه کس تمام شو موشه اینی میگوز اینا بیشتر از 2.5 دانه شاگرد داره در مختلف چیزا کنه بیوتیشن یاد میده کوکینگ یاد میده نفهم دیگه چی چیزا است نه وقتی کار کنه اینا یک مثال زنده است بلدیزنا یک واضح مثال است دیگه مو مقصد هم زی امیار اکسپو ما می بود که ما مردم یکم بیدار کنی یکم بعضی چیزا را گونه د خواو هستن یک مثلا یکم از غافل هستن دیگه ما کوشش مونی اگر علمی چیزا را وش کده اونم کسی کم به جان شونه اونم یکم تردیل پیدا کنه دیگه پیغام می هر کدام شم دیگه باشه از ازاگو پیم کسی مقصد گو نه گو بیزنس کسی استارت کنین گفتم کسی هیچ کار از نشود نیه آدم کنه ان شاء الله موشه. پیش از اینکه ما سوالای خلاص کنم دقیقاً وقت بعد از اینکه این قسم ویدیوها را شما وش منین حتما در فکر شما که دیگه اکسپو چی تیم است و مردم چی رقم در دیگه اکسپو چی رقم شرکت میتونن؟ دیگه اکسپو رجیستریشن خواهی هم دارم موشه بس دیگه اکسپو انشالله در جای کلانتر و کوشش مونی که دیگه سیچابی بهتر خام خواست مو اولنا دفعه بوده دولنا دفعه ماشاءالله گفته شید تمام تعریفای مرکزک دیگه 6 ماه بعد انشالله کوشش مونی در نیویر در سال نو 2027 یک شد در بین امزی کستم و اکسپو برگزار کنیم انشالله دیگه دفعه شد مثلا کوشش مونی سال 2 دفعه انشالله حتما همین انشالله برگزار کنیم. بسیار زیاد تشکر بسیار زیاد از اینکه ما رو وقت دادین بسیار زیاد تشکر از اینکه این قسم مردم را اپورتونیتی دادین که کار خود را بایر نشان بده و کار کنه بسیار زیاد تشکر از همیار کانکتینگ پیپل دیگه سوشل میدیا از یارم ما حتما لینک میدیم رجیستریشن شاید از اونجا شونه یا یک واتساپ گروپ هم داره شما میتونین در واتساپ گروپ هم اونجا هم ده این دفعه انشالله 6 ماه بعد از اینکه در کلانتر اکسپو برای شما مایره همیار کانکتینگ میکنه 1000 بیزنس انشالله نیکست اکسپو 1000 بیزنس انشالله میزنیم. تشکر.